اگر میخواین بهتر بخوابین، سیگار رو به راحتی ترک کنین، بدون رژیم‌های سخت وزن کم کنین و به طور کلی تو زندگیتون تغییرات مثبت ایجاد کنین، اما فکر میکنین سخته یا چندین بار سعی کردین و موفق نشدین، این ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. سلام، من ندا هستم و امروز میخوام در مورد یک تکنیک ساده براتون توضیح بدم که میتونه به شما کمک کنه همه اون کارهایی که اول ویدیو گفتم رو انجام بدید. شاید فکر کنین مگه میشه؟ هیچ چیزی ساده به دست نمیاد. اگرم راهی باشه ممکنه فقط در حد تلقین موثر باشه. ولی من بهتون پیشنهاد میکنم یک بارم که شده این متد رو امتحان کنین، چون من خودم این کارو کردم و نمونه زنده‌ای هستم که نشون میده این تکنیک بسیار موفقه و میتونه زندگی آدم رو عوض کنه. اینجا میخوام اون رو به شما یاد بدم تا اگه میخواین چیزی رو توی زندگیتون تغییر بدین یا به هدفی برسین بتونین به راحتی این کار رو انجام بدین. اول یه توضیح در مورد تکنیک بدم. تکنیک EFT یا Emotional Freedom تکنیک با ترکیب ضربه زدن روی نقاطی خاص در بدن و اصول روانشناسی به افراد کمک میکنه تا با مسائلی مثل استرس، اضطراب، ترس‌ها، اعتیادها، دردهای جسمانی و مشکلات عاطفی مقابله کنن. در واقع EFT به شما کمک میکنه تا احساسات منفی یا بارهای احساسی ذخیره شده در بدن رو آزاد کنید. جالبه بدونید که بهش طب سوزنی بدون سوزن هم میگن. همونطور که گفتم این تکنیک شامل ضربه زدن یا تپینگ به نقاط خاصی از بدن میشه. این نقاط در امتداد خطوط انرژی بدن یا مریدین ها قرار دارن. این خطوط انرژی در واقع کانال هایی هستن که انرژی از مسیر اونها در طول بدن حرکت میکنه و روی عملکرد اندام ها و سیستم های مختلف بدن تأثیر میذاره. در طب سنتی چین اعتقاد دارن که این خطوط انرژی اگر مسدود بشن یا دچار اختلال بشن میتونه منجر به مشکلات جسمی یا روحی مختلف مثل درد، بیماری، اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات بشه. یکی از روش‌های درمانی برای آزادسازی این مسدودیت‌ها همون طب سوزنیه و یک راه هم تکنیک EFTه که با تحریک نقاط خاص بر روی این خطوط یا کانال‌های انرژی به جریان آزاد انرژی در بدن کمک میکنه و باعث تعادل احساسی و فیزیکی میشه. شما با این روش میتونید جریان انرژیتون رو به حالت طبیعیش برگردونین و مشکلات احساسی و جسمیتون رو کاهش بدین. حالا این نقاط کجا هستن؟ اولیش اینجا در لبه بیرونی دسته که بهش نقطه برش کاراته هم میگن. اگه ورزش‌های رزمی به خصوص کاراته رو دیده باشین حتما صحنه شکستن سنگ با این قسمت دست رو هم دیدین. این اسمم از همونجا میاد. این نقطه جاییه که ما وقتی میخوایم از این تکنیک استفاده کنیم معمولا ضربه زدن رو با اون شروع میکنیم. از اینجا شروع میکنیم و در حالی که یک جمله رو 3 بار تکرار میکنیم بهش ضربه های آروم میزنیم. بعد میریم سراغ نقاط دیگه و جملات یا عبارات دیگه‌ای رو تکرار میکنیم که همه کمک میکنن روی اون مسئله‌ای که مورد نظرمون هست کار کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم. اون نقاط رو اول توضیح میدم که کجا هستن و بعد در مورد جملات و عباراتی که موقع ضربه زدن اونها رو میگیم هم صحبت میکنم. دومین نقطه که معمولاً بعد از این یکی میریم سراغش و بهش ضربه میزنیم
بالای سر هست. گفتم معمولاً چون بعضی ها این ترتیب رو به کار نمیبرن و ایرادی هم نداره. ولی ما توی این کانال معمولاً از کنار دست یا نقطه برش کارت شروع میکنیم و بعد میریم به این نقطه که بالای سره. فقط دقت کنید که ضربه هایی که میزنیم باید ملایم باشه. به هیچ وجه نباید درد ایجاد کنن. به خصوص در مورد این یکی که درست بالای سره و بهش تاج میگن و بسیار حساسه. نقطه بعدی اینجا در جایی که ابرو شروع میشه و درست بالای بینی هست. بعدی کنار چشم و روی استخونه. مواظب باشید روی گیجگاه ضربه نزنید. همیشه روی استخون ضربه بزنید. بعدی زیر چشم روی استخوان گونه هست. درست جایی که استخوان گونه شما شروع میشه. بعدی زیر بینیه و بالای لب بالایی. بعد میایید زیر لب پایینی و روی چونه ضربه بزنید. بعد زیر استخوان ترقوه میرین نزدیک جناق سینه. اگه این جناق سینه باشه که هست و اینم ترقوه، نقطه مورد نظر ما اینجا میشه. بعدی این قسمت کناری بدن حدود 10 سانت پایین جایی که بازو شروع میشه. بازم نقاطی هستن که روی دست ها و انگشت ها هستن، ولی تو ویدیوهای بعدی اونا رو میگم. هدف ما از ضربه زدن به این نقاط آزادسازی انرژی مسدود شده در بدنه، همونطور که گفتم، که میتونه باعث احساسات منفی و اضطراب و درد و مشکلات جسمی بشه. گفتم مشکلات جسمی، اینم بگم که من دکتر نیستم و چیزایی که در این کانال ازشون حرف زده میشه به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته بشه یا جایگزین مراقبت‌های پزشکی بشه. خب برگردیم سر موضوع خودمون. وقتی که داریم این تکنیک رو انجام میدیم، شما روی مشکل یا احساسی که میخواید رهاش کنید یا تغییرش بدین تمرکز میکنید و به طور همزمان با ضربه زدن به این نقاط و گفتن عباراتی خاص اون چیز نامطلوب رو رها میکنید یا تغییر میدید. مثلا فرض کنید استرس دارید و خب میخواید نداشته باشید. در هنگام ضربه زدن به این نقاط جملات و عباراتی رو میگین که کمک میکنه استرس از فکر و بدنتون بره. البته این مهمه که با تمرکز این کار رو انجام بدید. نمیشه فکر کنید شام میخواین چی درست کنید و این کارم انجام بدید. گفتیم که با یک عبارت مقدماتی شروع میکنیم. این جمله هستش که با اون به وجود مشکل اذعان میکنیم و در عین حال تاکید میکنیم که خودمون رو با وجود اون مشکل میپذیریم. مثلا در مورد همین استرس، جمله مقدماتی میتونه این باشه: با اینکه استرس دارم خودم رو کاملا میپذیرم و تایید میکنم. یا با وجود اینکه الان احساس اضطراب میکنم کاملا خودم رو میپذیرم و دوست دارم. بعد شروع میکنید به نقاط بعدی ضربه های آروم میزنید و عبارات کوتاه‌تری رو موقع ضربه زدن به اونها تکرار میکنید. دور اول معمولاً عبارت‌ها یادآور پذیرش مشکل هستن. مثلا در مورد استرس میتونیم بگیم این استرس ها، این نگرانی ها، احساس اضطراب، یا فکرم مشغوله، استرس دارم، دلم میخواد استرس رو رها کنم و الی آخر. بعد در دور بعدی عبارات و جمله های مثبتی رو میگین که کمک میکنه بیشتر و بیشتر آرامش بگیرن و احساس رهایی بکنید. جملات و عباراتی مثل حالا آرامش رو انتخاب میکنم یا میدانم که در امان هستم و چیزهایی از این دست. و اینطوری در عرض چند دقیقه فقط با انجام این تکنیک ساده
میتونین از عذاب استرس و اضطراب و کلی چیزای منفی دیگه که ممکنه سالها اذیتتون کرده باشن رها بشین. EFT به این دلیل که تکنیک ساده‌ایه و در این حال اثر بخشی زیادی هم داره، برای خلاصی از مشکلاتی مثل افسردگی، دردهای مزمن یا بیخوابی و مشکلات دیگه بسیار محبوبه. حتی عاداتی که مضر هستن مثل عادات تغذیه‌ای ناسالم یا سیگار کشیدن رو مثلا میشه با این تکنیک کنار گذاشت. ولی اگرم هیچ کدوم از این چیزها هدف شما نیستن، بازم EFT بهتون کمک میکنه تا تعادل احساسی و جسمی در بدن و ذهن شما همیشه برقرار باشه و احساس راحتی و آرامش بیشتری داشته باشید. و چون تکنیک بسیار ساده‌ایه، به راحتی میتونید در خونه اون رو یاد بگیرید و اگر استمرار و پشت کار داشته باشید و هر روز انجامش بدید، بسیار کمکتون میکنه که کیفیت زندگیتون رو بهتر و بهتر کنید. حالا داستان خودم رو براتون بگم. من چند سال پیش ناگهان بیخوابی شدیدی گرفتم و با وجود اینکه شبها خیلی خسته بودم، اصلا خوابم نمی برد. و چون فرداش باید سر کاری می رفتم که خیلی ازم انرژی می گرفت، واقعا این مسئله برام مشکل بزرگی شده بود. برای همین تصمیم گرفتم هر چیزی که ممکن بود کمکی بکنه رو امتحان کنم و آخر سر اگر چیزی جواب نداد برم سراغ قرصای خواب. قرص خواب رو به عنوان راه حل آخر در نظر گرفته بودم، چون چند سال پیش امتحانش کرده بودم و همیشه روز بعدش خسته بودم، انگار که اصلا نخوابیده بودم. خلاصه چند تا چیز رو امتحان کردم که هیچ کدوم کمک زیادی نکردم. آخر سر رفتم سراغ این تکنیک ساده ولی شگفت انگیز که یادش گرفتم. بعد یه سری چیزام خودم بهش اضافه کردم که اثرش رو چندین برابر کرد. نه تنها خوابم کاملا مرتب و درست شد و کیفیت خوابم از قبل هم حتی بهتر شد، کلی کارهای دیگه هم تونستم با این تکنیک انجام بدم. حالا میخوام این تکنیک رو به شما یاد بدم، چون برای خودم عالی بوده و دلم میخواد آدم‌های هرچه بیشتری از اثرات مثبتش نهایت بهره رو ببرن. فقط این رو بگم که این معنیش این نیست که شما چند تا ضربه میزنین و دیگه همه چی خود به خود درست میشه. مثلا اگه میخواین وزن کم کنین، درسته EFT کمکتون میکنه اشتهاتون متعادل بشه، تمایلتون به غذاهای ناسالم کم بشه و راحت‌تر به سراغ ورزش برید، اما باز هم لازمه که روش زندگیتون رو تغییر بدید و سالم کنید تا نتیجه بگیرید. متاسفانه خیلی میبینم مد شده، به خصوص توی تیک تاک، که میان تبلیغ میکنن بیا تو هر چی دلت بخواد بخور، فقط این کورس EFT منو برداری قول میدم وزنت کم بشه. این یه جور کلاهبرداریه و درست نیست و نتیجه‌ای هم عاید شما نمیکنه. اما وقتی با کمک EFT عواملی که باعث پرخوری و کمخوابی و تمایل به ورزش نکردن و تنبلی هست رو رفع میکنید و رهاشون میکنید، خیلی راحت میتونید عادات و روتین‌های سالم رو جایگزین کنید که شما رو به نتیجه دلخواهتون میرسونه. نکته بعدی اینه که اگر هدف مشخصی دارید، مثلا توی همون مثال وزن کم کردن، حتما باید از همون آغاز روز این تکنیک رو انجام بدید تا در طول روز از پرخوری احساسی و عاداتی که باعث اضافه وزن میشن رها باشید. یا اگر برای خوابتون میخواید این کار رو انجام بدید، هر شب قبل از خواب نیازه که تمرین رو انجام بدید تا نتیجه بگیرید. من خودم هنوز بعد از چندین سال که از این تکنیک استفاده میکنم، هر روز انجامش میدم و در طول روز همه چیز طبق برنامه و هدفم پیش میره. خب اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و اگه سابسکرایب هم بکنین، میتونین در ویدیوهای آینده با من همراه باشین که در اونها با هم این تکنیک رو در مورد مسائل مختلف انجام میدیم
تا شما بتونید به هدفاتون نزدیک بشین و در نهایت با پشتکار و استمرار بهشون برسید و موفق بشید. در آینده هم من کورس های آنلاین خواهم داشت که در اونها عمیقاً در مورد چیزهایی که میشه روی اونها با این تکنیک کار کرد آموزش میدم تا شما بتونید کنترل کامل زندگیتون رو با استفاده از EFT به دست بگیرید و به راحتی تغییرات مثبت زیادی در زندگیتون ایجاد کنید. این دوره ها طوری طراحی شدن که همه چیزهایی که برای موفقیت نیاز دارین رو در اختیارتون میذارن و شامل جلسات تپینگ و برنامه‌های گام به گام برای ایجاد تغییرات واقعی و موندگار هستند. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید. یادتون باشه که تغییرات واقعی و موندگار از درون شروع میشن. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.